رقابت‌های لیگ فوتسال ادارات دولتی غور با قهرمانی تیم قماندانی امنیه و نایب قهرمانی تیم صحت عامه به پایان رسید. مسئولان ورزشی میگویند این رقابت‌ها 2 هفته قبل میان 10 تیم فوتسالی به هدف تقویت ارتباط کارمندان ادارات دولتی و افزایش علاقه‌مندی آنان به ورزش برگزار شده بود. مسابقات فوتسال لیگ ادارات دولتی 2 هفته قبل از سوی فدراسیون فوتبال ولایت غور با هماهنگی آمریت المپیک تریبانی ورزش ولایت غور بین 10 تیم راه اندازی شد. امروز فینال مسابقات بین تیم‌های قماندانی امنیه و صحت عامه بود که با نتیجه 5-4 به نفع تیم قماندانی امنیه به پایان رسید. تیم قماندانی امنیه قهرمان مسابقات لیگ فوتسال ادارات دولتی شد و نایب قهرمان مسابقات تیم صحت عامه شد و مقام سومی مسابقات تیم قطعه عملیاتی از آن خود کرد. شماری از بازیکنان فوتسال از راه اندازی این لیگ میان ادارات دولتی در این ولایت جهت رشد ورزش فوتسال ستایش میکنند. خوشبختانه امروز تونستیم که تیم قماندانی امنیه را ما قهرمان لیگ گردانیم و اولین دفعه است که ما امروز شاهد همچین مسابقات رسمی در سطح ولایت غور هستیم و جهان سپاس از آن عزیزانی که همچین مسابقات مثل آمریت ورزش و فدراسیون فوتبال همکاری کردن، امرای ادارات که هماهنگی کردن و این مسابقات برگزار کردن. این در حال است که علاوه بر این در طی سال جاری چندین برنامه دیگر نیز در بخش ورزش فوتسال در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت از سوی مسئولان ورزشی برگزار شده است.